به کانال بینیاز خوش اومدین. داداش یه سوال جدی. تا حالا شده دلت بخواد یکی بیاد راستشو بهت بگه و نزنه تو سرت؟ خب من اونم. گوش کن ببین چی میگم. به ما از بچگی گفتن رابطه یعنی برابری، مرد و زن مثل ترازو. داداش ترازو رو ول کن. اینا واقعا فکر میکنن چون رژ لب دارن وزنشون با تو یکیه که داری اجاره میدی، سگدو میزنی، استرس قسط داری؟ نه بابا، حقیقت اینه که اون بیشتر به تو نیاز داره تا تو به اون. فقط جامعه جوری تنظیم شده که ما هی خجالت بکشیم اینو بگیم، چون یه وقت دل لطیف خانوما نشکره. بیا یه نگاه بندازیم به تاریخ. مردا ساختن، جنگیدن، نون آوردن. زنا چی؟ وایسادن گفتن من برابرم ولی لوله نشی داره خودت درستش کن، یا من مستقلم ولی این لباسو برام بخر. حالا مشکل کجاست؟ اینه که خیلی از داداشای خودمون فکر میکنن چون دختره یه دونه ایموجی قلب فرستاده یعنی عاشقته. نه عزیزم، اون الان داره با 4 نفر دیگه هم چت میکنه و اسم تو رو اشتباهی زده رضا تاکسی. چون اگه بشینی پاچه خاری کنی بشی روانشناس رایگانش کارت تمومه. چون زنا وقتی حس کنن دست بالاتر رو دارن میشن ملکه درام، ولی اگه حس کنن تو بی‌محلی، ارزش داری، میشن موش بی زبون. اصل ماجرا اینه تو مردی، ستون زندگی. اون اگه خوشگل باشه به شرطی که تو ارزش خودتو بدونی. و اگر نمیشی مثل شارژر قلابی، فقط شارژشو میدی ولی هیچی ازت نمیمونه. پس داداش یه بار واسه همیشه بزن زیر میز. نه قربون صدقه برو، نه برو گم و گور شو. فقط محکم وایسا ببین کی برمیگرده سراغت با دل و داف و 2 تا کوفته. شماره 1. داداش یه قانون نانوشته تو همه رابطه ها هست که خیلی ها نمیخوان قبولش کنن. مرد میده، زن امنیت میخواد. حالا این امنیت فقط پول نیست. بس اینه که حس کنه یکی هست که پشتشه، قوی باشه، با ثبات باشه، بتونه زندگیو بچرخونه. زن از اول خلقت دنبال این بوده، یعنی یکی که بتونه وقتی دنیا میریزه اون جمعش کنه. بذارید مثال بزنم. امروز قراره حسابی اعصاب سورنا خط شه از شدت بیعقلی بعضی زنا و بعضی مردا، البته نه همشون. ببین یه دختر دانشجو یا کارمند معمولی رو میبینی، وضع مالیش متوسطه، بعد با یه پسر صاف و ساده دوست میشه. پسر کلی عشق میده، پیام صبح بخیر، نهار خونه مامان، هدیه تولد، شعر و فلان، همه چی خوبه تا اینکه یه آقازاده نیمه مایه با ماشین اجاره یا ساعت فیک رولکس پیداش میشه. دختره چی کار میکنه؟ یهو سرد میشه، فاصله میگیره، میگه تو خیلی خوبی ولی من نیاز دارم خودمو پیدا کنم. نه عزیزم، خودتو پیدا نکردی، کارت بانکی طرفو پیدا کردی. این یعنی چی؟ یعنی زن دنبال اون حس امنیته، حتی اگه فیک باشه. پس اگه تو این حسو بهش ندی، بدون یکی دیگه با ظاهرش میاد و میبرتش. ولی بعضی مردا هنوز فکر میکنن چون الان دوره برابریه دیگه لازم نیست قوی باشن. داداش اینجوری بری جلو نه تنها جذاب نیستی بلکه احترامش هم از دست میدی. زن به حرف دل نمیبنده، به عمل دل میبنده. نمیخواد بشنوه دوست دارم، میخواد ببینه میتونی زندگیشو نگه داری یا نه. و البته مرد بودن یعنی نه برده باشی نه ماشین پولسازی، یعنی ستون باشی، تو باشی که تصمیم میگیری، تو باشی که مسیر میسازی. وقتی مردی باشی با اقتدار، زن خودش جذب میشه، احترام میذاره، دل میبنده و از همه مهمتر سرش گرم مرد خودش میمونه. نه مثل جامعه الان که با یکی حرف میزنن با 4 نفر دیگه هم همزمان حرف میزنن. مشکل از همین جاست که نشأت گرفته. شماره 2. داداش یه دروغ بزرگ داره نسل ما رو میخوره که انگار تو این دوران مدرن دیگه زنا دنبال مرد قوی با اقتدار و تأمین کننده نیستن. هی میگن الان دیگه رابطه یعنی مشارکت برابر، پول مهم نیست، قدرت مردونه یعنی خشونت. ولی واقعیت بیولوژی هنوز همون بیولوژیه. یه پسره بود تو دانشگاهمون، فوق لیسانس داشت، روشن فکر، فمینیست 2 آتیشه و حول 6 آتیشه. میگفت من با دخترها مثل یه شریکم، همه چی مساوی، من شام درست میکنم اونم ظرفا رو میشوره. چی شد؟ دخترها آخرش گذاشت رفت با یه بچه پولدار که کل رابطه‌شونو با این جمله شروع کرد: ماشین دارم کجا ببینمت. همین.
اون پسر دانشگاهی ما هنوز داره مقاله می‌نویسه درباره روابط برابر. ای خاک تو سرت با اون برابریت که تر زدی تو رابطه و عین کپک سرتو کردی زیر برف، واقعیتو نمی‌بینی. اینجاست که اشتباه مردا شروع میشه. فکر میکنن باید ظاهر رو بچسبن، ماشین بگیرن، ساعت تقلبی رولکس بندازن، عکس فیک تو اینستا بذارن. در حالی که زنا، اونایی که درست حسابی و با شخصیتن، نه از اینایی که تو این اینستاگرام ریخته ها، اونا همشون به درد چیزای دیگه میخورن. اون درست حسابی‌ها دنبال نشونهای مردونگی‌ان، مثل اراده، هدف، اعتماد به نفس. هم بهتون بگم اگه دنبال اون دخترای دوزاری میگردین، برین تو همون اینستا، همین الان این ویدیو رو ببندین برین سراغ یه ویدیوی دیگه‌ای که شما رو به اونا برسونه. هدف من تو این کانال اینه که رابطه ها پایدار، سالم و درست حسابی باشه. یه اشتباه دیگه هم اینه که فکر میکنی اگه احساسات نشون بدی ضعیفی. نه داداش، قوی بودن یعنی بتونی احساساتو مدیریت کنی، نه اینکه مثل یخچال باشی. نه اینکه گریت بیاد بزنی زیرش، نه یه حرف کوچیک که کل سیستم اعصاب تو به هم بریزه. و از اون بدتر فکر میکنی چون الان همه چی برابره دیگه نباید رهبری کنی، میشی منفعل، بی تصمیم، منتظر نظر اونم کم کم میگه من اینو نمیخوام، یکیو میخوام که بتونم روش حساب کنم. پس چی کار باید کرد؟ اینو با دقت گوش کنین دوستان عزیز. میدونم گفتم، بازم میگم و 10 بار دیگه هم تکرار میکنم. رو هدف تمرکز کن، شخصیت تو بساز، نقش رهبری تو پس بگیر، چون مد شده همه بگن مرد باید نرم باشه. مرد باش، محکم باش، ولی متعادل. این چیزیه که هیچ ترند این اینستاگرامی و هیچ شعار مدرنی بهتون نمیگه و نمیتونه عوضش کنه. بیولوژی هنوزم فرمان رواست. شماره 3. برادر بذار با یه مثال فوتبالی شروع کنم، چون خب ما ایرانی‌ها تا فوتبال وسط نباشه حس نمیگیریم. یه بازیکن حرفه‌ای رو تصور کن وقتی میره تو زمین. هنوز بازی شروع نشده، از راه رفتنش معلومه خودشو برنده میدونه. همین اعتماد به نفس کاری میکنه طرف مقابل از قبل ببازه. حالا اینو بیار تو رابطه. اعتماد به نفس قوی ترین سلاحیه که یه مرد میتونه داشته باشه. وقتی تو بدونی چی میخوای، اون وقته که خود به خود قدرت میاد سمتت، چون زن ذاتاً جذب اقتداره نه التماس. حالا یه صحنه رو برات متصور میشم که خیلیاتون دیدین. یه پسر معمولی، آقا و مؤدب، هر روز پیام میده: سلام خانم، خوبی؟ غذا خوردی؟ خوابت برد؟ خواب چی دیدی؟ تولدت یادمه، سالگرد آشناییم یادمه، حتی تاریخ اولین استوری مشترکمونم حفظم. حالا دختر چی؟ یه روز جواب میده، یه روز نه. یه روز سین، یه روز فرنزون، یه روز بلاک. ولی یهو یکی میاد با صدای کلوف بدون سلام علیک میگه: کجایی؟ دختره تا ته صداش میلرزه: همینجام قربان. چرا؟ چون اون یکی مرده اعتماد به نفس داره. نیاز نیست صدات کلوف باشه، مهم اینه که بدونی میخوای چی کار کنی و پاهات نلرزه. مردی که خودشو باور داره لازم نیست بگه دوست دارم تا شنیده بشه، حضورش کافیه که فضا عوض شه. حالا برعکسش چی؟ پسرایی که هی عذرخواهی میکنن، خودشونو کوچیک میکنن، دل دختره رو میخوان با باج بخرن، آخرش هم میشن گزینه اضطراری دم دستی. بیا، ولی فقط برای مشورت، نمیخوام کسی رو ببینم فعلا. اینجوری اون پسرایی که عذرخواهی میکنن باج میدن که یکی دوستشون داشته باشه، اینجوریه که وقتی دختره حال و حوصله نداره یه پیام به این پسر بدبخت میده، میگه ببین من خیلی تو زندگی دارم عذاب میکشم، من یکی رو میخوام باهاش حرف بزنم. این پسره احمق ما که دنبال توجهه میگه چشم عزیزم، هر موقع بخوای من اینجام. بعد باهاش صحبت میکنه، دختره تخلیه میشه، اوکی میشه، بعد همه اون دنگ و فنگ و فکرشو میریزه سر پسره. بعد دختره میگه که خب خیلی ممنون، خداحافظ تا مورد بعدی. حالا راه حلمون چیه؟ ساده است. به خودت باور داشته باش، مرز داشته باش، هدفتو بچسب. ارزشاتو معامله نکن فقط واسه توجه یکی. اعتماد به نفس فقط جذاب نیست، مغناطیسه. وقتی خودتو جدی بگیری، اونم مجبور جدی بگیرتت. اینجوری قدرت توی رابطه پخش میشه، نه اینکه همش دست اون باشه. پس اگه دختری هر موقع بهت نیاز داشت پیام داد، بگو من این رابطه رو نمیتونم تحمل کنم. البته رابطه‌ای هم نیستا، تو به عنوان یه مشاوری بگو آقا من مشاور تو نیستم خانم محترم، اینکه هر موقع دلت گرفت بیای پیام بدی. قدرت داشته باشین اینو بگین، ببینین چی جوری جذبتون میشه.
یا میاد عذرخواهی میکنه یا بلاک میکنه، کلا از زندگیتون محو میشه و خیالتون هم راحت میشه، چون دارین روی کسی تمرکز و علاقه میذارین که اصلا به شما علاقه نداره. پس موندن و رفتنش هیچ فرقی به حال شما نمیکنه. بریم سراغ مورد 4. شماره 4. برادر بیا راجع به یه چیز خیلی مهم حرف بزنیم. استقلال تو رابطه. زنا ذاتاً جذب مردای مستقل میشن. اینو دیگه خود زنا هم میدونن. ولی مشکل از اون جایی شروع میشه که هیچ کدوم درست نمیفهمن استقلال یعنی چی. همین الان بدون اینکه ادامه ویدیو رو ببینین، استقلال رو تو ذهن خودتون چی تصور میکنین؟ تو کامنت ها برامون بنویسین اصلا ببینین تعریفتون از استقلال چیه. بعضی پسرا فکر میکنن مستقل بودن یعنی بی احساس بودن، محل نذاشتن یا اینکه طرفو بذارن تو حالت پرواز. نه عزیز دلم. مستقل بودن یعنی تو مرد خودتی، هویت تو داری، هدف تو داری، بدون وابستگی زندگی تو میچرخونی. بذارید راحت‌تر توضیح بدم که کاملا متوجه بشین. حالا از این ور برین سمت خانوما. بعضیاشون شعار میدن من مرد مستقل میخوام. بعد چی؟ احساسی چسبیدن، مالی تکیه کردن، اجتماعی هم که فقط با دوستای تو میان بیرون. یعنی خودشون نه پول دارن، نه برنامه دارن، نه زندگی خودشونو. فقط شعار استقلال میدن ولی تو عمل یه قبض موبایل عقب افتاده کل روحیه‌شونو میریزه به هم. دخترها رو دارم میگم. حالا متوجه شدین؟ اگه شما هم تو زندگی برنامه و هدف خاصی نداشته باشین، دقیقاً میشین مثل همین دختره. حالا نتیجهش چی میشه؟ یه رابطه کاملاً یه طرفه. اون وابسته است، تو له میشی. یا برعکس، تو زیادی میچسبی، اون خسته میشه. اصلا بعضی رابطه ها رو بعضیا به یه جایی میکشونن که تبدیل به لجن میشه. آدم نمیدونه باید چی کار کنه. باید بفهمیم استقلال یعنی با هم بودن، نه وابسته بودن. نه اینکه مرد بگه من آزادم، برو گم شو پی کارت. نه اینکه زن بگه تو مردی باید همه چی بدی، من فقط ناز کنم که تو خرج کنی. حقیقت تلخه ولی واقعی. مردی که زیادی وابسته است جذابیتش از بین میره. زنی که زیادی وابسته است احترامش از دست میده و این وسط هر دو ضرر میکنن. رابطه سالم یعنی دو نفر مستقل کنار هم، نه به هم چسبیده. تو کارت، پولت، روحت، فکرت مال خودته. اونم باید همینطوری باشه. نه تو برده عشقی باش، نه اون انگل احساسی. اینو همیشه یادت باشه. استقلال فقط جذاب نیست، واجبه. تا وقتی هر دوتاتون رو پای خودتون وای نستادین، اون رابطه مثل ساختمونه بدون فونداسیون میمونه. یه زلزله کوچیکم میندازتش پایین. حالا من یه تجربه از رفیقم بگم. یکی از دوستای من تو کردستان عاشق یه دختری میشه. این رفیق ما بدنسازی رو به طور جدی شروع کرده بود. تقریبا 3 سال بدنش انقدر رو فرم اومده بود که هر کسی میدید عشق میکرد. بعد میره با یه دختری آشنا میشه. با این دختری چند ماهی ادامه میدن، به هم دیگه وابسته میشن، فلان میشن. بعد یهو دختره وسط کار میره با رفیق ما رفیق میشه. چه رفیق تو رفیقی شد. اینجوری بهتون بگم که بهش بالاخره خیانت میکنه. بعد این رفیق ما از اونجایی که خیلی آدم وابسته‌ای بوده، بدنسازی و الان به مدت 1.5 سال رها کرده تا جایی که من میدونم. کلا ذهنیتش به هم ریخته، سیگاری شده، اصلا سیگار نمیکشید. یعنی اون بدنی که من دیدم اصلا بعید بود نیکوتین توش بره. الان شده یه آدم داغون افتاده یه گوشه‌ای. حالا هدفم از اینا چیه؟ میگم آقا خودتون رو زیاد وابسته نکنی. انقدری نرین جلو که بعدن خدایی نکرده باعث جدایی شد نشه مثل این رفیق ما بیافتین یه گوشه‌ای. بعد بگین آقا من فکرم درگیره، من عاشقش بودم. بابا عاشقی حد داره دیگه. شما وقتی از طرف مطمئن نیستی نمیتونی عاشقش بشی. عشق آخر کاره. اون ویدیو قبلی هم گفتم که آقا دوستان عزیز ما 3 تا مرحله داریم، میتونیم بریم ببینیم. عشق آخرین مرحلشه. شما اول عشق رو میدین، بعد میرید سراغ مراحل بعدی. خب این اشتباهه دیگه، شکست میخورین، بیچاره میشیم. شماره 5. داداش واقع بین باشیم. هممون یه بار تو اون فاز لعنتی افتادیم. دختر رو دیدی، خوشت اومده، یهو دنیا شده همون. صبح تا شب پیام سلام گل من. قراره تو کنسل میکنی، برنامه‌اتو جابجا میکنی، فقط که یه ذره بیشتر باهاش باشی. فکر میکنی دقیقاً اینجوری دلشو میبری؟ آره، همتون اینجوری فکر میکنی. نه عزیزم، اینجوری ارزش خودتو میریزی تو سطل زباله. اصل ماجرا اینه اگه همه چی رو براش بذاری زمین، اون دیگه چرا باید برای به دست آوردن تلاش کنه؟
تو داری خودتو از بین میبری، اونم داره میره دنبال کسی که بازی بلده. یادت باشه اون مردی که اولش بودی همونی که زندگی خودشو داشت، هدف داشت، سرش به کار خودش گرم بود. اون مرد واسش جذاب بود، نه نسخه نیازمندت. تعادل و نگه دار، علاقه نشون بده ولی نچسب. بذار یه ذره دلش برات تنگ شه، یکم فکر کنه کجاست، چرا جواب نمیده. وقتی قوی باشی، با هدف باشی، مستقل باشی، نه تنها نیاز نیست دنبالش بری، خودش میاد سر راهت میشینه. و اگه نیومد به جهنم که نیومد، یعنی اصلا مال تو نبود که بیاد. تو باید پیش کسی باشی که قدر مرد بودن تو میدونه، نه کسی که ناز تو زیاد میکشه. در آخر بدون، قدرت یعنی بدونی چی میخوای، کی هستی و چیو نمیپذیری. مرز داشته باش، پای حرفت وایسا. اون وقت نه تنها جذابتر میشی، بلکه احترامش هم برات سرازیر میشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد تو کامنت ها تجربه هاتون رو بگین و بنویسین چالش پذیرفته شد، ازتون ممنون میشم. و یه لایک و یه سابسکرایب هم به کانال بی نیاز بدین. تا ویدیو بعدی میبینمتون. نفسا.